الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله لک شکر که ما را و شماری زنده کد، ما را و شماری جاندراه و سلامت کد و ما و شما آد که ماه مبارک رمضان سر بیتین. یا الله فضل و احسانت میگشم سرا بازین مسلمانی هستن که بلکه وحدی نادران هن. یه ماه مبارک ها آیان دلکشی بلکه روچک بدارند، بلکه برامند شبا قیام بکنند، نماز تراویح بوانند، تهجد بوانند، بلکه الله جل جلاله و آیان هنچین درد و نادراهی داته که آیان و سواک نیستن. الحمدلله یه از الله فضل و احسان بی مگشم سرا عزیزان من. الله ما را و شما را صحت و سلامت داد که ماه مبارک رمضان انشاءالله خدمت ها بکنین. یه وشی مهمان الله گا ما و شما گوتی و سواکا خدمتی بکنین یه ماه مبارک گا. و الحمدلله الله ما را و شما را توفیق دا که اولی دهه که دهه رحمت از روچگینگ ربط، دومی دهه همشه نیمی ربطه این شپی 14 دهه مغفرت، دومی دهه نیم هم ربطه تقریبا این شپی ماه 14 جمعه مبارکین شپین، جمعه نیکین شپین. بحر بزیرین عزیزان من، ایه نیکین وحدان، ایه نیکین ساحتان، کیه نیکین ساحت و یه نیکین وحد، هر وحد گیر نیان عزیزان من، یه گیر نیان. اگر مسلمانی جمعه مبارکین شپا و یه دیگه شپا هر چیم با شپا نماز با جماعت مسیح تا بوانید و برا وتی لوگا وتی وابجاها بابسی تا صحبا نیت شبی که من صحبا فرض نماز کنو، نیت شبی که من تهجد نماز کنو. اگر صحبا تهجد نماز واب کپی آیا تهجد نماز اجر و ثواب هم رسی، چون نیتی کتا شپا. و پدا اگر مسیح تا برو فجر نماز با جماعت بوانید آیا درستی شپه عبادت ثواب رسی عزیزان من. چه اندازه الله پا ما و شما آسان کتگ. ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان عزیزان ماه سهلند، ماه سهلند که ما گو الله سهل بکنه عزیزان من. الله ما را توار جنگه اومنی بندیان. هل من سائلین، آیا جزکنوی که هستین؟ هل من مستغفرین، آیا هستین کسی که طلب استغفار و بخشش بکن که ما آیه گناهان ببخشون؟ هل من داعین، آیا دعا کنوی که هستین؟ یه ماه عزیزان من الله ما را و شما را توار جمع ماه سهلین. اگر یه ماه ما و شما گوانتی ربا سهل مکنین وقتی گناهانی پهلی ملوتین عزیزان من، آدگه ماهان گوڑا اگر ما شما بلکه توار هم بجنین، بلکه الله چه ما شما زهر گفت، الله گو ما شما بلکه سهل نکود، بلکه مشم موت آواد که موت بیاید تو مشم مو فرصت تمام بی آوادی الله گو ما شما سهل نکند. بس همی وقت که زندگین همی وقتی سهل بکنین گو الله وطیگا وطی الله تواران لبیک بگشین. ماه مبارک رمضان الله ارتا یک بهانه، یک نیمونی که الله میگه شما گناهان ببخشید دیگه. الله هیچ نیازی هیچ حاجتی به میگه شما روچه که دارگا نیستن. الله هیچ حاجتی نیستن به میگه شما نمازان. الله آیه عظمت آیه شان سک برزند، آیه شان چه هر چیزا برزترین، آیه عظمت سک برزند چه هر چیزا عزیزان من. ولی الله لوٹید که امت محمد صلی الله علیه وسلم رستگار بی تو گناه بخشک ببند. یہ ماه مبارک ارتا، یہ ماه مبارک هنچین ماهی که اگر ما و شما یک نفلی بوانیم ما شما را الله فرض ثواب دهند. اگر فرضی بوانیم ما را و شما را
یک فرض واسطه عزیزان من 70 فرض ثواب دا. کجا مردمی مروچی یر رو کار کن؟ مردم ارباب آی که کاری بندی مزدورا یر رو کار کن کی 70 رو چه مزدودا هستش چه کسی؟ هنگه ایرازی مزدورا گوشی تو شهر کار نکته، تو دیر آت که گه زید شده گه کارت شهر نکته، منی کار تو حراب کته، 1001 ایرازیگی موزی ندا، اگه بداتی اگه کم میکن. بله الله جل جلاله یک فرضی که من تو وانه ای مسلمان، ای منی برات، ای منی گوهار، ای منی عزیز، یک فرضی ما شما وانه الله ما را شما را جل جلاله 70 فرض ثواب ده عزیزان من. یه ماه ربط رو په ماهند. پیغمبر علیه السلام فرمایش که حدیث مفهومه بدبخت و چارموت و شوم همه کسی که ماه مبارک رمضان بیایت و پداه آیی گناه آیی مانند آیی گناه بخشگ مبند، آیی گناه آیی وتی گناه مغفرت ملوتی بخشش ملوتی چهر مکن توبه مکن به طرف الله میید و سکین نزوری مردمی سکین بزدگی مردمی آیی. الله ما را و شما را توفیق بداد یه شپا رمضان ایگان قیام اللیل بکنی، نماز تراویح ها و تیگا مسیطان برای بوانی عزیزان من. باز مردم هسته ما دیده کن لوگا نماز کنن تراویح ها نمازان لوگا وانن شما لوگا وانن مسیط دیرین یا مسیطا دیر کنند. مسیط اگر دیرین اگر من تو 200 قدم بجنی عزیزان من مروچی من تو اگر سیری حال بی والله اگر 10 کیلومتر سیری حال بی سیری حال اک پلانجا سیری ها بچه دیند یا شاهرش ارتگ و نزانو کول مروچگی نگان ارگش ارتگ ما شما به والله اگر پیادک ره بی اگر وطه ماشی هم بی ولاکه هم بی دیگری ولاکا دیگری من ندوار بین بل رین ودا آشپا تصوبی گهننده آشپا تصوبی و اگر چار کران پولی هستی همود شده همود همه شاهر همه شاهر گلکش ریچی همود همه شاهر شده عزیزان من. بله پر نماز حاضرا که ما شما مسیح رین تراویحان 1 ساعتی ازان 1 ساعت و 20 دقیقه حافظان پشتا که ما شما محتل بین باز ما شما همیشه ما شما نزوره ما شما ایراز گرین که نه مسیح دیره مسیح تا دیر وانه ما همین لوگا بتی نماز کنو نه عزیزان من. ثوابی که مسیح تا هستین ثواب لوگا نرسی عزیزان من. یا صحبان نمازا برین با جماعت بوانه مسیحان بوانه اجری سک بازه عزیزان من. مروچی رمضان ماه مبارکه هنچی مردم هستین اگه دکاندارن روان یا چیز که کارن وشی رمضان هنی مارن کیٹی کارن نزانون دیگه جلیبی کارن دیگه چیزی کارن هنی مردم زیرا ما را پاشدو رسی گوڑا پا آخرت ما شما پچی پاشدو رندا نی ما شما دنیا رندا دنیای پاشدو هنچو جد جود کنین پاشدو رنداین بل آخرت ها گوڑا پچی پاشدو رندا نی ما شما کوشش نکنین. اگر مسیح تباره ما شما ایراز گرین که مسیح دیره هوا سارته یا گرمه یا شب تهاره ها نه مسیح دیره ما شما ایراز گرین او صدقه یه ده یک بی اگر یه جای گریبیه که ما شما صدقه بده ما شما ایدات نکنه اگر جوازه این بی ندینی بل اگر سیری جای برین جای هزاران مردم نشته هم بودا شاهر اما شاهر گلکا آوتی 4-5 میلیون پیندو الایانتی همه شریعتی هی ما را اجر نرسی بلکه ما را گناه هم رسی عزیزان من. ماه مبارک رمضان ماه مغفرت ماه رحمت ماه خدمت ماه الله عبادت یہ ماها وتی خوابان کم تر کنی یہ ماها وتی تلفزیونان وتی سریالان وتی نزانو برنامه های تلویزیونیان کمتر بکنی وتی وقتان الله بدین وقتان الله بدین الله رسولش بدین صلی الله علیه وسلم وتی وقتان قرآن بدین پیسر چه دبو جا قرآن بوانه رنچ صحبه نماز قرآن بوانه پیسر چه صحیح را یک چند آیتی اگه منته اگر 20 آیت منته 10 دقیقت 20 دقیقت یا چند آیتی قرآن بوانه الله آیاتان بوانه عزیزان من.
بلکه شپا من نشتگین ساعتها در برنامه های تلویزیونی که ما کشیم فلان برنامه فلان نزانو فیلم فلان سریال پخش بی ننده ما شما ننده مودا نشتگین بله ما شما پا یک 20 دقیقه در نیم ساعت یک جزء قرآن وانگا ما شما ایراز در کاره ما شما کشیم من تحمل نیه من وقت نیم من قرآن وانو ها نه قال الرسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایید قال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ای الله یعنی ربا یہ قرآن ترک داتا یعنی امتی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایید ای منی رب ای منی الله ای منی پروردگار یعنی امتی ها یعنی قوما قال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآنش ترک داتا در هجرانش اشته ها ترکش داتا قرآن عزیزان من قرآن ترک مده ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اگر یہ قرآن اللہ فرمایش کن ولو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر کوهان سرا ما یہ قرآن یہ رورتے ہما کوه ای اللہ ترسا ای اللہ بیما ہمی کوه ای اللہ شانو مزنیا ہمی ای قرآن شانا ای قرآن عظمتا ہمی کوه ای اللہ ترسا تکه و پاره بی چون بیتا همی کوه بلکه ریزتن تو همی کوه چون بیتن بله ای انسان تی دل تی قلب شتوری دلی که هیچ نسوری هیچ فکری نتگلی اتجاه نتگلی بله عزیزان من قرآن بارا و ما را جست بی رمضان بارا و ما را جست بی درستان چیزا ما را جست بی عزیزان من الله ما را جست کند قرآن دو چیز کن یکی شفاعت کن یکی شکایت کن رمضان شفاعت کن روچک و رمضان شکایت هم کن اگر ما رمضان خدمت هم مکنه اگر ما وتی شپان بنندن و فیلم ها و سریال ها بچارن وتی روچک ها مدارن وتی تراویح ها موانن روچک مدارن نیمو کنن که من مریضون من داشت نکنون عزیزان من روچک ودا ما شکایت کن قرآن ما موانه قرآن حقا ادا مکنی قرآن ای ما ودا شکایت کن قرآن می کتاب اهل کتاب بزان اهل کتابان توراتیان انجیلیان بچه آوتی قرآن آوتی کتابان کدر آیان زانته کن می کتاب که چون عظیم و شعنی کتابی الله یه رورتگ شب قدر نازل بیتا رمضان ماه قرآن ما قرآن قدر نزانه عزیزان من ما قرآن نوانه ما قرآن سرا عمل نکنه قرآن ما ترک داتا قرآن ما را قرآن بارا و جز کنه بی عزیزان من رمضان ماه قرآن رمضان ماه نزول قرآن الله جل جلاله رمضان المبارک سهیران وحدا حتی ای عرش الهی گوشی آسمان دنیای کید الله و توار جهان بندیان هل من مستغفر هل من سائل آیا جز کنو کو سوال کنو کی ها هل من داع آیا دعا کنو کی ها الله توار جهان عزیزان من پیر ماه مغفرت که الله ما رو بخشی این ماه سهل بکنه گوتی ربا سهل بکنه قربانی بدن عزیزان من اصحابان گوتی جان و مالان قربانی داد اصحابان کشک بیتن شهید کنک بیتن خنجر آیانی سینیانی تو که پرور عزیزان من مروچی من تو پر نماز روگا مسیتا من تو ایراز گره آج جهادا کیلومترها راه چندین فرسک ها آیان تای کتگ و ربتگن و تایش کوشاین تا و تی جنش جنوزام کتگن و تی چوکش چوره کتگن و تی مالو جان و باغ و هر چیز بیتا در راه اللهش وقت کتگن
که الله ما راضی بی، ما را بهشت ما پا بها وزیرین. بله ما مروچی نه، ما پا مسیط روگا که فرضی ادا بکنی، ما هزاران نیمون کنی، هزاران بهانه کنی عزیزان من. روچکدار دپه بو چه مشکا هم پسندیتر نزد الله، هنگه الله دوستری بی عزیزان من. پر روچکدارا دریای ماهی دعای مغفرت کنه، همی بالی مرگ ما آسمان پر روچکداران دعای مغفرت کنه عزیزان من. بهشتم بهین تا هنی رمضان المبارکا و جهنم دروازه په بندم، حدیث مفهومی. بهشت ما را توار جنگه، بهشت ما را لوٹگی، ما روچکدارا ای مسلمان، ای روچکدار این بنده. الله فرماینی ای بهشت و تا تیار بکن، و تا تیار بکن که منی نیکین بنده روچکدارین، و تا تیار بکن که کایان تا مان بند، و تا ای بهشت آماده بکن، و تا بسن بین، و تا بسنگار. عزیزان من چه اندازه روچک دارگا اجر، چه اندازه روچک دارگا موزه، چه اندازه نمازهای تراویح و نوافل و فرائضان، 5 وقت نمازا مخصوصا در ماه رمضان با جماعت، چه اندازه اجر و موزش هستی عزیزان من. همین اندازه که ما دنیا یا کوشش کنین، ما پوتی آخرت هم توشگی بزیر عزیزان من. همین دعوا که دنیا بی کوشش نبی، دنیا جد و جهد لوٹی، آخرت هم همین دعوا کوشش لوٹی عزیزان من. آوادی که ما بمیریم، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. موت شما را درگیجی، هر جا اگر شما ببید موت شما را درگیجی. اگر شما مزنی مهرین برجانی تها ببید، آوادی که موت بیت ما را در بگیجی، آوادی دیگه مو فرصت می کم می. اگر ما الله بلوچه سول کنی، آوادی الله گو ما سول نکن. پس همین وقتی که ما را وقت هستی، ما گوتی ربا سول بکنین، برین مسیح تا الله لوگا برین، الله حکما به من نماز روز چگام تیگام بکنین، قرآن دوانین، قرآن حقا ادا بکنین عزیزان من، چوتی گناه بخشش بلوٹه انشاءالله. الله ما را و شما را رمضان المبارک که این شبی 14 این شبی جمعه نیکی شب، یہ شبهای ماه مبارک رمضانی که تقریبا 2 هفته بارین تا 15 شب بارین گیشتر هرچی که منته. الله ما را و شما را انشاءالله الله جل جلاله جمیع مسلمانان توفیق بدا که نماز بوانین، روچک بدارین، روچان و شپان قیام اللیل بکنین، تهجد بوانین و نمازهای تراویح هم بوانین. و الله جل جلاله به برکت ماه مبارک رمضان انشاءالله الله جل جلاله میگه شما درسته زندگ و مردگانی گناه الله به برکت همین ماه میگه شما خطایا میگه شما ردیان که کتگنتی الله ما فاک و صاحب بکند ببخشید انشاءالله. الله میگه شما توبه قبول بکن، الله میگه شما ندامتان پشومانیان قبول بکن، الله ما را و شما را اجر و موز بداد. الله میگه شما مردگان مغفرت بکن، تو اگر نمازش گونی روچگش گونی دست خالی کن، الله جیر رمضان خیر و برکت و رحمت و مغفرت درستا پورا نصیب بکن. الله مغفرتش بکن، جنتش نصیب بکن، جنت الفردوس مردگان و ما شما زندگان په کن، الله جنت نصیب بکن انشاءالله. الله جل جلاله ما را شما را با ایمان با کلمه شهادت چه دنیا ببار. الله جل جلاله ما را و شما را سلیم موت نصیب مکن. هنچی موت ها مردم ما آسان است و چند، هنچی موت ها مردم ما چاتان کپند، هنچی موت ها سلیم موتن. الله ما را و شما را هنچی موت ها عذابانی وحدا زلزله و زمین چندانی وحدا مردم برند، چیر هما آواران مودا بار گرند. الله جل جلاله ما را و شما را چون موت نصیب مکن. الله انشاءالله موت وحشی موت و اجنامی نصیب کن. الله جل جلاله میگه سکرات موت آسان بکن. الله جل جلاله حضرت شیخ الاسلام و دیگر علمایان که خادم دینند اللهش حفاظت بکن. الله میگه علمایان و در رأس همه حضرت شیخ الاسلام حفظه الله، الله حفاظت بکن. الله انشاءالله شیخ الاسلام و علمایان بدواهان اگر قابل هدایتن اللهش رهشونی و هدایت بداد، اگر نه وقت الله گویان فیصله بکند، الله وقت بهتر زاد. علمایانی که جیلانه بندگ جهانه الله انشاءالله به سلامتی و صحت و سلامتی انشاءالله چه جیلان آجوی و آزادی نصیب بکن انشاءالله. الله انشاءالله سلامتی بداد، بگشوی مسیطا حفاظت بکن. الله مگشوی ملکا مگشوی کشورا امر بکن، امنیتی بکن. الله جل جلاله ما را و شما را انشاءالله توفیق خدمت بداد.
الله ما را و شما را مگشمه چوکان مگشمه براتا مگشمه عزیزان فهکان دعای دین بکن انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.